در مسیر زندگی همیشه لحظه هایی هست که همه چیز علیه ماست. شکست ها، تمسخرها، درهای بسته و روزهایی که احساس میکنیم ادامه دادن بفایده است. اما درست در همین لحظه هست که انسانهای بزرگ تفاوت خود را نشان میدهند. ادیسون 1000 بار شکست خورد تا چراغی روشن کرد که جهان را تغییر داد. مایکل جردن بارها و بارها از تیم های بسکتبال کنار گذاشت شد، اما همان شکست ها او را به یکی از بهترین ورزشکاران تاریخ تبدیل کرد. جی.کی رولینگ نویسنده هری پاتر بارها از سایه نشران رد شد، اما هرگز تسلیم نشد و در نهایت میلیون ها نفر در سراسر جهان با داستانهایش بزرگ شدند. آنها راز موفقیت را می‌دانستند، تسلیم نشدند. موفقیت همیشه بهوسترین یا قوی‌ترین فرد را انتخاب نمی کند، بلکه به کسی می رسد که هر بار بعد از افتادن دوباره بلند می شود. شاید امروز در تاریخی باشی، شاید برها شکست خورده باشی، اما به یاد داشته باش این شکست ها بخشی از مسیر موفقیت نه پایان آن. هر قدمی که بر می‌داری، هر بار که برخلاف درد و خستگی ادامه میدی، تو را به رویاات نزدیکتر می‌کند. بنابراین هیچ وقت تسلیم نشو. شاید را سخت باشد، شاید طولانی باشد، اما لحظه ای میرسد که به گذشته نگاه میکنی و میبینی تمام زخم‌ها و شکست‌ها پله‌هایی بودند که تو را به گل رساندند. تو هم می توانی یکی از آنهایی باشی که هرگز تسلیم نشدند و در نهایت موفق شدند.